توی دنیا من بهتون قول میدم این قانون دنیاست، همه یه شانس یا 2 شانس یا 3 شانس میاد تو سراغتون. اگه شما آماده نباشین این شانس ها برن دیگه بر نمیگردن. شما باید الان از که افسرده باشین بگین همه درارون بسته است، رو خودتون کار کنین. الان خودتون رو قوی کنین که اون شانس وقتی بیاد نمیده. شاید من بهتون زنگ زدم یه روز بگم داداش من مثلا یا خواهرم یا داداش من الان دایرکت مسیج رو دیدم خیلی خوبه، سی وی تو بفرست میخوام ببینم. آمادگیشو دارین الان من بچم به شما زنگ بزنم؟ انگلیسیتون تاپ هست؟ تو کارتون از A تا Z بلدین؟ همه کارتون رو کردین؟ هیکلتون چطوره؟ خوش هیکل هستین؟ ورزش میکنین؟ صبح زود پر میشین 4 5 6 صبح یا نه؟ میگین که نه من انگیزه ندارم، کاری نمیتونم بکنم، بگیرم بخوابم، برای بکس برم درینک کنم شب چون درارون